با کجا اومدیم؟ بیمار کجاست؟ بیا در اونجاست. چخیل در اونجاست؟ مگر در اونجا ماشین هست؟ مگر من به شما صدمه نقلیاتی گفتم؟ اما به من صدمه نقلیاتی گفتند. آنیق یادورم که راننده را پخش کرده است. کسی که گفته باشد معلوماتی خطا داده. صدمه نقلیاتی نه، بلکه حالت ناخوشی کاری است. رفتیم. یک دقیقه. آخر تو همراهی من از بیمارخانه اومدی، این راست کجا میدانی؟ بخشیش، اما این چی گپ است؟ تو دکتر نیستی؟ آنجا انسان میمیرد. این رفتارت پسندم نآمد. از بالایت به مأموریت شکایت خواهم کرد. اول او را معالجه کن، بعد صحبت میکنیم. برای جراحی چیزهای ضروری آماده است، ولی تو باز بین، اگر کمبودی باشد حل میکنیم. شما دیوانه شدید؟ این مرد چرا در اینجاست و چرا به بیمارخانه نبردید؟ از بدن این شخص تیر را برآورده زنده نگاه میداری. همش همین است. در اینجا رفتاری غیر قانونی است، همین طور نه؟ اگر او را به بیمارخانه نبرید در اینجا میمیرد. جراحی کن، چقدر که پول خواهی میدیم. من برای پول شده غیر قانونی رفتار نمی کنم. به سر دکتر زنگ میزنم. شما کیستید؟ چه خیلی مرا به اینجا آورده؟ چه خیلی یاری تاجری را به اینجا آورده؟ یاری تاجری کجاست؟ ماشین یاری تاجری کجاست؟ در درونش جزدانم است. گوش کن، کی بودنت رو من نمیدانم. اگر خودی حاضر من رو از اینجا نبراری سرت به بلا میماند، چون که اکای من پلیس. چه خیلی اکای تو پلیس است؟ بله اکام پلیس. مگر نام تو ابرو نیست؟ نه، من اصلی. با کجا میروی؟ با کجا میروی؟ خدایا من دیوانه میشوم. چرا دیگر دکتر را آوردی؟ این ابرو نبوده است ابله. اکا من پرسیدم که خانم ابرویی، گفت که بله. خودی حاضر به من جزدانم رو دهید. خودی حاضر. داد نزن. خودی حاضر. داد نزن. در آن ماشین نه تو، بلکه ابرو باید سوار میشد. چرا تو سوار شدی؟ بیمار بود. من خواستم که نیکی کنم، اما با تو روبرو شدم. مادامی که نیکی را آغاز کردی تا آخر دوام ده. تو کیستی؟ آن مجروحی در اون کیست؟ تو همش رو نفهمم، کاری نمی کنم. میبینم که یکان جوابی با منطق هم نداری. برای همین مرا به این کار همراه نکن. من میروم. ابلهی. دکتر تو اگر روی پدری من میمیرد. نفهمیدم. یعنی حال همین طور پدرتون بسیار جوان بوده است. در دهات بر وقت عائله دار میشوند. مگر شما در این کشور زندگی نمیکنید؟ این خیلی باشد چرا در اینجاست؟ چرا پدرتون رو به بیمارخانه نبردید؟ جیانی 14 سالم اشتباهاً پراند. برای همین به بیمارخانه رفتن نمیتوانیم. اگر رویم پلیس دخالت میکند، کودک حبس شود. به این راه نمیدهم. پدرم را به دست مرگ میسپاری. یاری تاجری را دزدیدی؟ ابرو رو چخیل یافتی؟ نزدیکانم در بیمارخانه کار میکنند. کی؟ کسی کی باشد. پدرم میمیرد اما تو باشی مرا پرسجو میکنی. جراحی میکنی یا اینکه نه؟
یا اینکه قسم هیپوکرات تنها در بیمارخانه عمل میکند دکتر؟ پدری من دکتر گفته در دستانم جان دادند. فهمیده؟ اگر چی بودن این درد رو نمیدانستم حالا کسی مرا در اینجا من کرده نمیتوانست. فهمیدی؟ تو هم نمیتوانستی. یک طرفی است.